ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. درس اول ما شما در کتاب معالم الدین در مورد اهمیت کلمه شهادت بود. کلمه که توسط از او انسان در دایره اسلام داخل میشه. هر شخصی که ظاهرا به این کلمه شهادت آمدن بکنه، امی کلمه را به زبان خود بخونه، او در اسلام داخل میشه، خونش محفوظ میشه و نفسش محفوظ میشه، مالش محفوظ میشه، در حکم مسلمان شمرده میشه. بعد از او دیده میشه که آیا استقامت سر دین داره یا نداره، التزام به توحید الله متعال داره یا نداره، تعلیمات اسلام عمل سرش میکنه یا نمیکنه. تا وقتی که چیزی مناقضی که در ظاهر نقض ایمان اسلام میکنه از این دیده نشده باشه، اینمی مردکه در جمله مسلمان ها داخل است. پس کدام چیزی که برای مسلمان است برای ازیام است و کدام عهده که بالای مسلمان است سر ازیام اما عهده است. در اینجا عالم معنای کلمه لا اله الا الله را برای شما بیان میکنه. اهمیت این موضوع یا کلمه شهادت برای ما واضح شد که پیغمبر علیه السلام خصوصا در حدیث جبریل امین زمانی که آمد از پیغمبر علیه السلام سوالا را در مورد اسلام، ایمان و احسان شروع کرد. اولین سوالش در مورد اسلام بود، اما اولین رکن اسلام عبارت از کلمه شهادت بود. پس از او خاطر هر کسی که در دایره نظام الهی داخل میشه ضروری است که این کلمه را بخوانه و معنا و مقصد کلمه را بدانه. تا که معنا و مقصد کلمه را ندانسته باشه، محض گفتن به مثل توتی واری هم کفایت نمیکنه. کلمه که ما شما میخوانیم و داخل دایره اسلام میشیم دو جمله داره، یکیش لا اله الا الله و دیگیش محمد رسول الله است. مؤلف رحمه الله در اینجا معنای و مفهوم امی لا اله الا الله را اول بیان میکنه و بعد از او معنای یا مقصد محمد رسول الله را دوم بار بیان میکنه. اینمی فهمیدن لا اله الا الله امر خیلی بزرگی است، هر کس درک نمیتونه. اگرچه معنای ظاهری از این آسان است، لا اله نیست سزاوار یا لایق بندگی غیر از الله، مثل که در اینجا براتون گفته هیچ معبود سزاوار عبادت و پرستش نیست مگر الله جل جلاله. و کلمه اله یعنی معبود. در لغت عربی کلمه اله معبود میگه. اله مصدر است، فعال به معنای مفعول است، یعنی به معنای مألوه است، معبود، مثل که لباس به معنای ملبوس است. اله یأله به معنای عبده یعبدو میه. پس اله معنایش معبود است، ولی هر معبود، هر کسی که پرستشش میشه اله است. اله دو قسم است، یکی باطل است یکی حق است. زمانی که ما شما در کلمه میخوانیم که لا اله، مطلق معبود نفی نمی کنیم که نیست معبود، یعنی او ذاتی که او کسی که عبادتش کرده میشه. دنیا پر است از چیزایی که عبادتش کرده میشه، حتی سنگ و چوب مردم عبادت میکنه، بت‌ها را عبادت میکنه. پس از او خاطر ضروری است که اینجا میگیم لا اله معبود برحق، کسی که لایق بندگی باشه، لایق پرستش باشه نیست. الهه باطل خو خیلی زیاد است، مردم از خود جور کرده لیکن حق عبادت نداره، مستحق عبادت نیست بجز از کی؟ الله متعال. آلی این جمله ما چند چیز داره برای ما بیان میکنه. پس هر چیزی که بجز الله جل جلاله عبادت شود، عبادت آن باطل و مردود است. صحیح است که اگر چیزای دیگری عبادتش میشه غیر از الله متعال، دیگه یا اله حق نیست و اینمی عبادت از یا نادرست و ناجایز است، باطل است. چرا باطل است؟ به خاطر که یا مستحق عبادت نیست و هر کسی که غیر از الله جل جلاله چیزی دیگر را می پرستد مشرک و کافر است، چنان که الله جل جلاله می فرماید. تقاضای لا اله الا الله و معنا و مفهومش امیست که غیر از الله متعال کسی دیگر حق عبادت نداره که برش عبادت شوه. اگر در دنیا کسی غیر الله را عبادت میکنه، این عبادت باطل، به خاطر که حقش نداره، سند نداره، دلیل نداره. دومیست کسی که همی کار انجام میده، این آدم مشرک و نعوذ بالله کافر شمرده میشه. چرا؟
به خاطر که حق عبادت از الله متعال بودی گرفت نعوذ بالله غیر الله را عبادت کرده. دلیل سری گپ موجود است، اگر کسی غیر الله را پرستش کنه عبادتش بکنه یا آدم مشرک و کافر است و مقتضای لازم اینمی لا اله الا الله اینمیسته که انسان غیر از الله دیگه کسی عبادت نکنه. بله سوره مؤمنون آیه 117 در اینجا مؤلف رحمه الله من حیث دلیل آورده که هر کسی که غیر الله متعال عبادت میکنه او از دایره اسلام خارج و او مسلمان شمرده نمیشه. علت چیست؟ علت است که ای تا آلی را سر مفهوم لا اله الا الله عمل نکرده، معتقد نیست. و من یدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا یفلح الکافرون. و هر کس جز الله معبود دیگری را فرا بخواند، مراد از فرا خواندن است انسان وقتی دوچار مشکل میشه یا کدام حاجت برش پیدا میشه آواز میده به سوی امو ذاتی که عقیده داره که این مشکل مرا حل میتونه، آواز میده به او ذاتی که امی حاجت مرا روا کرده میتونه. پس هر کسی امیتوری فریاده و امیتوری صدا را به غیر از الله متعال به کسی دیگری بزنه چی میشه؟ که هیچ دلیل بر حقانیت آن ندارد. ببینی آیت قرآن کریم این گپ بر ما واضح میسازه که اگر کسی به کسی دیگری فریاد میزنه آواز میده برای پورا کردن حاجتش یا دفع مشکلش، لیکن دلیل و سند نداره و همه معبودای باطل دلیل و سند نداره. چرا؟ او صفاتی که معبود مستحق عبادت شمرده میشه، او صفاتی که معبود لیاقت عبادت داره که باید بریزوی عبادت شوه، اما صفات در غیر الله در کسی دیگری موجود نیست. هر کسی که هر ذاتی که عبادتش کرده میشه باید صفات الوهیت داشته باشه. صفات الوهیت در قرآن کریم ذکر شده، البته مرجع تمام صفات الوهیت به دو صفت می آید، یکی اقتدار و مالکیت تصرف که سری هر چیز مالک و مقتدر الله متعال است، و دوم علم محیط، علم محیط که سری هر چیز علم داره و اردو صفت الله متعال در آخرین آیت سوره طلاق جمع کرده و اونجا ذکر کرده. حقیقت فهمیدن این دو گپ که اینی صفات الوهیت است که علم محیط و متصرف کامل یا کارساز برش بگیم، هر نوع کارسازی ای حق الله متعال است، کسی دیگری را نداره، کی نداره حق عبادت هم نداره. الله متعال در این آیت همین موضوع را پیش میکنه و می فرماید که هر کسی که فریاد میزنه به غیر از الله متعال به معبود دیگری که به گمان خودش معبود است وگرنه او معبود نیست. چرا؟ معبود او کسی را میگه که صفات الوهیت داشته باشه. از او خاطر میگه لا برهان له به که دلیل یا حجت برای ای آدم نیست به اینمی معبود جور کردن امی هر چیزی که هست. فانما حسابه عند ربه، یقینا حساب ای مردکه پیش پروردگارش است، با الله هست. برای شناخت و معرفت الله متعال و شناخت و معرفت عبادت و شناخت و معرفت ای گپ که معبود کی است الله متعال بسیار دلایل ذکر میکنه در قرآن کریم. اما ای آدم بعد از ای بازم نعوذ بالله غیر الله را آواز میده، الله قطعش حساب داره. از او خاطر بعد از او میگه انه لا یفلح الکافرون. قانون عمومی الله متعال است که رستگار و در مقصد نمیرسه کسی که کافر است. کافر به خاطر کافر میگه که انکار از نعمت بزرگ کرده. او نعمت بزرگ چیست؟ عقیده توحید. توحید نعمت بزرگ است در زندگی انسان و این مردکه می عقیده را انکار کرده، ناشکری کرده، ناسپاسی کرده، نپذیرفته. از این آیت بر ما واضح شد که غیر الله متعال هر کسی در حاجت خود در مشکل خود آواز میده، این آدم مشرک و کافر گفته میشه. چرا؟ به خاطر که لا اله الا الله مقتضایش ضرورتش اینمیسته که تو باید غیر الله را معبودی بر حق نپنداری، نشماری. اگر کسی دیگری را اینطور میشماری باز دیگه معنا و مفهوم لا اله الا الله تحقق پیدا نمیکنه، به وجود نمیه. از همون خاطر چی میشه؟ ای مشرک میشه. پس عبادت نمودن و معبود قرار دادن غیر الله، معبود قرار دادن غیر الله حرام مطلق و ناجایز است. چی این معبود؟ آلی هر کسی که باشه من دون الله کلگی قطش در زیر شامل میشه. کدام؟ چی امی معبودی که
غیر مستحق عبادت نیست و غیر الله متعال است، نبی یا رسول باشد یا فرشته مقرب که خیلی قرب و نزدیکت با الله داره و یا ولی از اولیاء باشد و یا درخت و یا سنگ و غیره باشد. هر چیزی که باشد غیر از الله متعال اگر کسی را پرستش میکنه، نعوذ بالله، ای معنای یا حقیقت لا اله الا الله را در وجود خود نآورده. زیرا الله جل جلاله همه مخلوقات را خاص برای عبادت خود آفریده است و این حقی است که تنها الله سبحانه مستحق آن می باشد، طوری که می فرماید کل مخلوقات خود الله متعال برای ازی پیدا کرده که عبادت الله را بکنه، پس مستحق عبادت تنها الله است. دلیل سوره زاریات آیه 56 به دلیل آورده و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما پیدا نکردیم جن و انس مگر برای عبادت. لیعبدونی است اصلش، به خاطر که عبادت مرا بکنه. یا متکلم در اینجا محذوف است، کسری نون دلیل بالای اونمو چیسته یا است، معنایش اینطور است که ما پیدا نکردم جن و انس مگر به خاطر ازی که عبادت مرا بکنه، عبادت تنها مرا بکنه. از امو خاطر است که ابن عباس رضی الله عنهما در تفسیر ازی میگه الا لیوحدونی، مگر پیدا کردن به خاطر که مرا واحد بدانه. مطلق عبادت کردن الله کافی نیست. یک آدم عبادت الله را میکنه لیکن دیگه کس مستحق عبادت میشماره، عقیده داره که دیگه کس حق عبادت داره، با وصفی که عبادت الله را کرده رویست، بازم یه آدم مشرک است، یه آدم مؤمن شده نمیتونه تا وقتی که خصوصیت عبادت قائل تنها برای الله شد که نمی عبادت حق خاصه الله متعال است. ولی یعبدون امی مفهوم و امی مقصد ارائه میکنه و میفرماید دیگه جای دلیل دیگه سوره که ما دائم میخوانیم و او را به نام سوره اخلاص یا سوره که در او تعریف الله متعال شده، معرفت الله متعال در این سوره برای ما بیان شده. قل بگوی پیغمبر علیه السلام هو الله احد، امی الله یکی است. هو الله، اینجا الله به معنای الله یگانه یکتاست. در چی چیز یکتاست؟ در عبادت، در معبود بودن یکتا است. الله متعال در این که معبود است تنهاست، هیچ کسی در اینمی معبود بودن شریک نیست، همتا نداره. و یک معنای قل هو الله، امی معبود است، احد که یک و یگانه است، کسی دیگری معبود شده نمیتونه. ایرم دلیل آورده. و در موضوع دیگر میفرماید سوره بقره 163 و الهکم اله واحد، معبود شما ذاتی که قابل پرستش است، ذاتی که قابل بندگی هست که تو بندگی به او بکنی، پرستش یزوره بکنی. اله واحد، یک الله متعال است. دلیل این دعواست، دلیل طلب داره. خود الله دلیل تیر میکنه لا اله الا هو، نیست لایق پرستش و بندگی غیر از الله متعال، به خاطر که هو الرحمن، امی الله مهربان است، یعنی دهنده نعمتای بزرگ است یا نعمتای عام است. الرحیم دهنده نعمتای خاص است. دو قسم نعمتای الله متعال داره، یکی نعمتای عام است، نعمتای عام او را میگه که مسلمان کافر کل گیر میده. یکی نعمتای خاص است مثل هدایت، توفیق ایمان، این هدایت خاص است، این دهنده اردو نعمتای الله متعال است. البته نعمت خاصش فقط برای مؤمن میده، اما نعمت عامش مؤمن و کافر کلگی را شامل است. در اینجا الله متعال برای اثبات ازی گپ که عبادت حقی تنها الله است، از کس دیگری نیست، به دلیلش فقط دو صفت الله را ذکر کرده که یکی رحمان و یکی رحیم بودن است. یک کمی در امیجا یک کمی تشریح میکنم به خاطر که در ذهن ما بشینه که الله متعال در سوره فاتحه هم در دلیلی ازی که میگه الحمدلله کل صفاتای کمال مخصوص الله است، در دلیلش امی گپ میاره که رب العالمین، به خاطر که الله تربیت کل مخلوقات کرده، الرحمن الرحیم. بعد از اون در دلیلش آورده که دهنده نعمتای عمومی و نعمتای خصوصی الله متعال است. یا الرحمن بی نهایت مهربان است که مهربانی از او فرا گرفته کل کائنات و مخلوقات، و الرحیم دهنده نعمت خاص است و یا لازم است امین نعمت دائمی داده رو ایسته. اینطور نیست که یک وقت بده دیگه وقت نده. با وصف ازی که بعضی علما میگه رحمان تعلق به دنیا داره، رحیم به آخرت داره، یعنی مهربان در دنیا بالای کلگی و رحیم رحم کننده در آخرت تنها برای مؤمنا. یا چی است؟ یکی از جمله معانی رحمان و رحیم است. کل این معناها کلش درست است. تنها ایجا
رحمان و رحیم یک کمی تشریح کنیم. ما اگر در کائنات هر چیز میبینیم آثار رحمت الله متعال است. وجود خود میبینیم آثار رحمت الله است. کائنات میبینیم آثار رحمت الله متعال است. وقتی الله در دلیل ازی که ما دارنده صفت کمال مستم الله متعال میگه و اینجا میگه که حق عبادت تنها حق ما است به خاطر که رحمان است. یک شخص دیگری را بر ما نشان بده که یک ذره را پیدا کرده باشه، از عدم به وجود آورده باشه. نه ملک، نه پیغمبر، نه جن، نه انس، نه هیچ کسی پیدا نمیشه. پس میبینیم که کل کائنات اثر رحمت الله متعال است. در این صفت هیچ کسی با امر الله متعال شریک نیسته که نیسته. خیر حق عبادت هم کیسته؟ برای الله متعال است. از او خاطر اینجا میگه که هو الرحمن. ما ببینیم که رحمت الله چقدر گسترده است. الله متعال در کل دنیا، در کل مخلوقی خود از 100 جز رحمت یک جزش در دنیا روان کرد. یک جز رحمت خدا الله متعال در دنیا روان کرده و با کل مخلوقات تقسیم کرده. مادری که سر طفل خود ترحم و شفقت داره یکی از جمله چیست؟ آثار رحمت الله متعال است. آیا کسی دیگری به مثل الله شده میتونه در این صفت؟ کلا، قطعا شده نمیتونه. از او خاطر دلیل شد بالای ازی که مستحق عبادت تنها و تنها الله است. و می فرماید در سوره مومن آیه 65 الله متعال این دیگه دلیل بالای ازی. مؤلف رحمه الله این دلایل ذکر میکنه که مستحق عبادت تنها الله است و این در حقیقت اینمی آیات تشریع لا اله الا الله است، تفسیر لا اله الا الله است. کلمه که ما شما بسیار چیسته ساده و بسیط تلفظ میکنیم، میگیم لا اله الا الله. تفسیر ازی، تشریع ازی اینمی آیاتای قرآن که خواندیم در حقیقت لا اله الا الله را بر ما تشریع میکنه. چرا اونجا دعوا بود که غیر از الله دیگه کس حق عبادت نداره. در این آیاتا بر ما ثابت میکنه که بله غیر از الله دیگه کس حق عبادت نداره. در اینجا میفرمه هو الحی، امی ذات زنده هست دائم که هیچ فنا سرش نمیه. پس در صفت حی بودن یکی کدام مخلوق دیگری به امر الله شریک شده میتونه؟ نه ملک، نه پیغمبر، نه کدام ولی، نه کدام کسی دیگره. پس اعتماد سری او ذاتی که همیشه پاینده و زنده سری زو بکار است. از او خاطر میگه لا اله الا هو، نیست لایق پرستش و بندگی بجز از او. فدعوه، زمانی که غیر از الله متعال حی دائمی کسی نیست و حق عبادت کسی نداره، دعا یا طلب کردنم عبادت است. طلب کردن، خواستن عبادت است. از او خاطر دعا هو العبادت. حدیث کی میه که دعا عبادت است، عین عبادت است. پس عبادت حق الله است، پس دعا از کی خواسته شود؟ آیت قرآن برات میگه فدعوه، طلب کنی از الله متعال مخلصین له الدین، در حالی که خالص کننده باشه برای الله دین. اینجا مراد از دین امی دعا است، امی طلب کردن است. امی طلب کردن خاص برای الله کرده باشه. دی طلب کردن کسی دیگری را شریک نسازه. مقتضای لا اله الا الله نمیست. چرا غیر از الله از دیگه کس آواز نده؟ الحمدلله، کلی صفاتای کمال برای الله است، به خاطر که رب العالمین تربیت کننده کلی مخلوقات الله است. تربیت دو قسم اسباب برای خود میخواه. یکی اسباب تربیت برای کسی پیدا کردن، یکی سلیقه استفاده از او اسباب کردن. نعمتایی که الله پیدا کرده یا اسباب تربیت است. چی رقم از استفاده کنیم؟ ما را الله متعال فهم داده، تعلیم داده، یا از جمله چی است؟ اسباب تربیت است. اینی تربیت الله کرده. ما میبینیم طفلی که نو از مادر تولد میشه، دمو آن واحد سینه مادر میچوشه. امی تعلیم کی داده؟ امی تعلیمه. چوچه مرغاوی به ما جرده که از مادر چی میشه؟ از تخم میبره، میبینی که آب بازی را یاد داره. این تعلیم کی داده؟ اینی را میگه تعلیم فطری. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. و ذاتی که اندازه کرد هر چیزه، وجودشه، زندگیشه، و بعد از هدایت برش کرده. تمام مخلوقات الله هر چیز در کدام وظیفه که الله پیدا کرده بود دمو طرف حرکت میکنه. همین تعلیم کی داده؟ آیا کدام ملک داده میتونه؟ پیغمبر داده میتونه؟ ولی داده میتونه؟ جن یا انس داده میتونه؟ کلا، قطعا نمیتونه. پس حق عبادت از الله متعال است.
حالی شما بگویید که وقتی اینجا آیت قرآن برای ما میگه ترجمه شه اوست زنده هیچ معبودی به حق جز او نیست، پس او را به فریاد بخوانید. زمانی که مشکل براتان پیش میشه، حاجتی براتان پیش میشه، به الله پیش کنید و عبادت را خاص او بدانید. مراد از عبادت اینجا همین دعاست. سپاس و ستایش الله را سزاست، یعنی لایق است که پروردگار جهانیان است. این دلیل شد پروردگار الله است، تربیت تو را الله میکنه. آن چیزی که تو نیاز داری از اسباب تربیتیت است، از الله بخوا. اینا رو قطعی آیت چی کنیم؟ اما کسایی که لا اله الا الله را میگه اما بعد از او آواز به غیر الله میده، مشکل خدا از غیر الله میخواه، حاجت خدا به غیر الله پیش میکنه، میگه مشکل ما از اون ناحیه پوره شود. چطور؟ این مردم ها اعتراف به لا اله الا الله داره؟ مقصد لا اله الا الله را میدانه؟ نمیدانه. این است معنا و مفهوم توحید و یکتاپرستی. زمانی که ما میگیم که اولین رکن دین ما و اولین امر مهم دین ما موضوع توحید است، یعنی یکتاپرستی الله متعال، که تنها الله متعال مستحق آن است، که عبارت از یکتا دانستن الله سبحانه در پرستش و عبادت است. در عبادت و پرستش غیر از الله متعال دیگه کسا در پرستش نگیری. پس غیر از الله واحد و بی همتا هیچ کس و هیچ چیزی دیگر شایسته عبادت نیست. و به خاطر تحقق یافتن یکتاپرستی که در عبارت کلمه لا اله الا الله خلاصه می شود، الله جل جلاله همه پیامبران علیهم السلام را به سوی بشریت فرستاد. الله انبیاء علیهم السلام روان کرده. برای کدام مقصد؟ چی مقصد داره که انبیاء آمده؟ البته انبیاء مقاصد زیادی دارد، خود در ضمنش مهمترین مقصد انبیاء علیهم السلام جابجا کردن، مستحکم کردن اینمی مفهوم و مقصد لا اله الا الله است. مفهوم مقصد لا اله الا الله بود که حق عبادت برای الله است، کسی دیگری حق نداره. پس وقتی یا آیات را میخوانه شما خود عالی تحلیل کنه. این مردمای بیچاره ما که رفته رایستن، کسی در دامن یکی میفته سجده کرده رایست، کسی در دامن دیگه، کسی حاجت خود از یک قبر میخواه، کسی از دیگه. چه قسم این مردم اعتراف بکنه که من مسلمان هستم و لا اله الا الله را میخوانم؟ مشکل امروزی ما که ما و شما گریبان ما را گرفته اینه میسته که مردم ما لا اله الا الله را میخوانه. شکی داری نیست که طفل امام لا اله الا الله را میخوانه، اما مقصد لا اله الا الله را فهمیده که مقصد لا اله الا الله چی است. چقدر مهم است که الله انبیاء علیهم السلام به خاطر تحقق همین گپ روان کرده. سیکو چنان که میفرماید در سوره انبیاء آیه 25 و ما ارسلنا من قبلک من رسول، روان نکردیم پیش از تو پیغمبر علیه السلام هیچ پیغمبری را الا نوحی الیه، مگر ما وحی کردیم به سوی پیغمبر. چی را برش وحی کردیم؟ کدام چیز، کدام موضوع را به مردم بیان بکنه، به مردم تعلیم بده، به مردم اعلان بکنه. اینمی گپه که انه شان سخنیست لا اله الا انا، به مردم بفهمانه، تعلیم بده، اعلان کنه که نیست لایق پرستش و بندگی الله متعال میفرمه بجز از ما. پس وقتی که غیر از ما کسی دیگری معبودی بر حق نیست و لایق پرستش نیست، فعبدونی، مرا عبادت بکنی نه کسی دیگری را. اینجاست که عبادت خاص شد برای الله. عبادت چی مفهومی داره؟ هر قول و عملی که شایسته و پسند الله متعال باشه عبادت است. نظر عبادت، دعا عبادت، نماز عبادت، سجده عبادت، تلاوت قرآن عبادت، قربانی عبادت، ذبح عبادت، کلش عبادت و این کلش خاص است برای الله. اما ما میبینیم که کلی از این نعوذ بالله به غیر الله میشه، سجده به غیر الله میشه، رکوع به غیر الله میشه، قیام میتور استاده بر چفک به غیر الله میشه، سرود ملی گفته میشه، مردم فرد میخیزه. این قیام برای چی است؟ چرا برای ازو میشه؟ نظر به نام های مختلف میشه، نظر بیبی، نظر سخی، نظر پیر، نظر فلان، نظر فلان، نظر حسین رضی الله عنه، مختلف نام گذاشته شده. و دعا که عبادت است ایام از غیر الله خواسته شود، ذبح به نام غیر الله میشه، سر قبر حیوان ذبح میشه. خیر این مردم خود لا اله الا الله را گفته اما مطلبش فهمیده؟ نه، مطلب نفهمیده. از او خاطر انبیاء علیهم السلام الله متعال به می خاطر به می مقصد روان کرده. این موضوع را انبیاء علیهم السلام اینطور نکرده که چند سال پټ کرده باشه، پنهان کرده باشه، قطعی مردم مدارات و همنشینی و انس و الفت گرفته باشه به خاطری که مردم یک دم از پیشش نفرت نکنه. بعد از این موضوع را بیان کرده باشه. در روز اولی که وحی سر پیغمبر آمده، پیغمبر خیسته این موضوع را اعلان کرده.
یعنی موضوع را بیان کرده. تو نکرده که مردم مردم نفرت داره باید ما بیان نکنم. پیغمبر علیه السلام در سر کوه صفا بالا نشد، تمام قومای خود صدا نکرد، برش نگفت که اگر ما میالی بگویم کو طرف دشمن حمله داره شما گپ مرا تصدیق میکنی یا تکذیب؟ گفت نه، گاهی هم ما در تو کذب دروغ ندیدیم که تو دروغ گفته باشی، بالکل تصدیق میکنیم. گفت من از او عذاب الله متعال شما را میترسانم که دامن تا را میگیره اگر توحید الله را نپذیرفته. ابی لهب برش نمیگه ای جماعتنا لهذا تبا لك، تو ما رو جمع کردی به این هلاک شوی نعوذ بالله. ابو لهب برادرزادی خود نمیگه که تو ما رو به می جمع کردی؟ پیغمبر در روز اولی اعلان کرده ما مردم مسلمان هم هستیم، دعوای دین اسلام هم داریم، پدر اجداد بابای ما مسلمان تیر شده، دولت هم اسلام در تذکیر ما اسلام نوشته است، اما عالم ما موضوع توحید بیان کرده نمیتونه، تشریح کرده نمیتونه. کدام بود؟ چقدر ما و شما این عمر ما تیر شد، آیا کدام وقت کدام عالم ما همین موضوع لا اله الا الله را برای ما تشریح کرده که لا اله الا الله چی مقصد داشت، چی معنا داشت، چی مطلب داشت و چه قسم ما عقیده داشته باشیم، چه قسم مفهومی از را بدانیم؟ مشکل در این نمیجاست. ملت دین دوست داره، ملت دین بسیار محبت قطش داره، اما کسی برش بیان نکرد. این بیچارا که در نعوذ بالله چاهای هلاکت افتاد از دست نفهمیشان پیش مردم. امو مراکزی که فعلا مراکز نعوذ بالله گمراهی است، پیش مردم امو مرکز دین معلوم نشد. میگیرم اینجا دین است البته، لیکن در امو مرکز دین لا اله الا الله را مقصدش کس نمیفهمید، بلکه در امونجا هم براتون آواز دادن. خود پیر صاحب برات میگه که صورتی مرا بیار، در مشکل مرا آواز بده، خلاص در کاغذ تاپه شدگی برات میداد که یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا لله، ای شیخ عبدالقادر جیلانی یک چیزی را بر روی الله بده برام. الله را سفارشی جور میکردی، دادنی را شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله را مقرر میکرد. این دونمو مراکز مردم به خاطر تعلیم دین میرفت، میگفت که والا مرکز دین است، حالا که دین نبوده. اینی مسئولیت بود. پس آلی ما اهمیت اینی کتابه، این و ضرورت ما و شماست، این وظیفه و مسئولیت ما و شماست که در خانه خود تعلیم میدیم یکا صفه و تمام اهل اولاد خود که معنای لا اله الا الله را خوب بفهمه، مسلمانی واقعی جور شود. چرا نعوذ بالله در راههای غلط برود؟ موضوعی که انبیاء علیهم السلام از روز اول اعلان میکنه، آشکارا اعلان میکنه، هیچ پنهان بودن گپا درش وجود نداره. ترجمه کردم. أيا دارها حييت دارا ومن